که یه گزارش جدید از شرکت‌های S&P 500 یه چیز خیلی جالب نشون داده. شرکتایی که از هوش مصنوعی استفاده کردن تقریبا توی همه شاخص‌های مالی از اونایی که نکردن جلو زدن و این فقط یه دلیل داره. همیشه اولینا برتری پیدا میکنن. چون که وقتی یه شرکت پروسه‌های هوش مصنوعی رو به سیستمش اضافه میکنه، نه تنها کارآمدتر میشه، بلکه هزینه‌هاش هم کمتر میشه و به مرور زمان بیشتر و بیشتر اون AI برای اون شرکت بهینه میشه. به خاطر همین رقبا نمیتونن بگن اب نداره، بعداً هوش مصنوعی اضافه میکنن و انتظار داشته باشن یه شبه نتیجهشو ببینن. بزرگترین نمونهش اینتل، شرکتی که رهبر بازار بود فقط به خاطر پس زدن AI به جای رسیده که حتی دیگه توی چند تای برتر هم نیست و به جاش AMD و انویدیا تبدیل به با ارزش ترین شرکت‌های جهان شدن و جاشو گرفتن و اینتل اگه همینطوری ادامه بده اصلا از بازار حذف میشه. فاصله کسایی که زود شروع کردن و اونایی که دیر وارد شدن دقیقاً همینه. واسه همینه که باید پرانتز فاده داشته باشید، چون فرصت‌ها و خبرهای جدید رو زودتر از هر کس دیگه‌ای به دستتون میرسونه. برای مثال این خبر رو شنیده بودین که